دوستان عزیز، این خودرو در واقع هووه و مشکلش گرفتگی رادیات، گچ و گلولای داخل رادیاته. برای این کار در واقع از رسوب‌گذاری شرکت ایستاب ما استفاده می‌کنیم. خودرو چون بیشتر از 20 لیتر آب میخوره، 2 تا رسوب‌زدا در واقع داخل رادیات کشیده میشه. آب خودرو رو فول میکنم. بعد از اینکه رسوب‌زدا به خودرو اضافه شد و آب خودرو فول شد، ماشین باید به مدت نیم ساعت کار کنه و بعد از اینکه نیم ساعت کار کرد، آب خودرو رو تخلیه میکنیم و یک بار هم با آب معمولی شستشو انجام میگیره تا تمامی گچ و گلولای خودرو در واقع خارج بشه. فقط دقت کنید موقعی که میخواین از رسوب‌زدا استفاده کنید، نباید ضد یخ داخل خودرو باشه.